اسمشون؟ گلنسا عزتی. متولدی چه سالی؟ 1320. مدارک آوردین؟ بله بفرمایید. فرمودید شهریه‌اش چقدر میشه؟ عرض کردم ماه 600 تومن. اون تو چون ایشون لگنی هستن 50 تومن بیشتر میشه. میشه برای 10 سال رو حساب کنیم؟ برای 10 سال؟ البته میدونید هر سال شهریه‌های مقدار بالا میره. با این حال اگه ما بخوایم یه کوچولو حساب کنیم میشود به عبارتی 78 میلیون. حالا یه کمی بالا پایین. بفرمایید. فقط ازتون میخوام مثل مادر خودتون ازش مراقبت کنید. بله خیالتون راحت باشه. داروهاشو سر وقت بهش بدید، به خصوص زیر زبونیاشو. اگه مامان بعد از 10 سال زنده بود به این آقا زنگ بزنید، دوست منه. یه خونه بهش سپردم که اگه نیاز شد میفروشه و باقی هزینه ها رو میده. تو این مدت هم اون سر میزنه به مامان. کم و کسری بود بهش بگید. خودم هم تا جایی که بشه سر میزنم. دیگه کاری نمونده؟ نه قربان، خیالتون راحت.